دوستی سوال کردن که دوست دختر من بیماری تنفسی داره و آسم داره، آیا اگر ما رابطه جنسی داشته باشیم امکان داره این بیماری به من انتقال پیدا کنه یا نه؟ ببینین دوست عزیز، بیماری آسم یا حالت اون ناراحتی ریوی که شریک جنسی شما یا همسرتون دارن یه بیماری ریویه. ریه هیچ ربطی نداره به اندامهای تناسلی، بنابراین وقتی که شما ارتباط جنسی دارین، این آسم یا هر گونه بیماری ریوی، مگه اینکه بیماری عفونی باشه که از طریق تنفس و بزاق دهن و اینا بتونیم به هم انتقال بدیم، وگرنه انتقال داده نمیشه. همینجا یه توضیح کوچیکم بدم. بیماری های مقاربتی یا بیماری جنسی معمولا در صورتی انتقال پیدا میکنن که مایعات بدن با هم دیگه به قول معروف قاطی بشن، معمولا هم مایعات جنسی. یعنی مثلا اگر اون ترشحاتی که از واژن خانم خارج میشه یا مایع منی، اینان که باعث میشن که این انتقال صورت بگیره، یا اینی که اگر که خراشی باشه، اگر که پارگی باشه، خونی رد و بدل بشه، باز اونم میتونه، و بزاق دهن، این هم میتونه باعث بشه که بیماری ها انتقال پیدا بکنه. ولی اصلی ترینش اون مایع های جنسی هست، یعنی مایع منی و ترشحاتی که در واژن خانم وجود داره. بنابراین آسم دوست دختر شما به شما انتقال پیدا نمیکنه.